Maya da çiğniyorum, bunu anda das mein. Hatırlayın fişleri barasız. Rusi boyum kritiçiski şoldu İspan soyut asaba belki mahkum nadı. Azu soğuk kunam ki tu xoyiş dori ma baroy tu. Ama çok da var içinde tilişmesin. Tuya adamın modunu peki. Abi sana bak. فکر میکنم که سوها و ورزشگرانی ما با رهبریت فدراسیون هستند. برای ورزشگرای ما راه باز شد ولی ورزشگرای ما باید فهمند که تا UFC رفتن رو باید یک مرحله میانه رو بگذارند چمپیون‌های دیگر پروموشن رو شوند 7-8 غلبه کنند انا پس امکان پیدا می‌شود که با UFC رو خواهد کرد. تشکر جزیل سوالی من با نورالله علیف چند روز پیش خبر پخش شده بود که سمندر مرادوف با UFC بالاخره به قراردادی رسیدن و در نظر است که ماه اکتبر در ابودابی شاید برآمد کنند. نورالله علیف نیت دارد که در همین کار همراه اسلام نخجوف نروایی کنند. تا چند روز این سخنان راست هستند؟ Belki ma samalar yandan bezandan tutacağım güzel rostları var. Aslında politika asas Amazon plani bu menajer bu kanal уже даже такие типа как Amazon bu yani motivay diğerine ve motivay seviyor şu anda da تو جوان میدونم تو طبیق رجب باید تشکیلات قرارداد دست که سریعتر رو دستگیری میکنه یا حمایت میکنه رو درست یک نکته است میخواستم با سهمی ورزشگران علالخصوص که حضور دارند کدامی او ممکن نما رو میبینند رسانم که پیش از همه سرسمان است شوند فکر شخصی من است که بعضی از تجربه می‌بینیم که بعضی ورزشگران شرطنامه رو دقیق با شرکت‌های پروموتوری نمی‌خونند پس اجرای شرط‌های شرطنامه مشکل می‌شود دویمش هم که وای امکانیت‌های شرکت‌های پروموتوری رو دانستن لازم است سوالی من هم نورالله علیف و هم تاریخ رجب بعد از غالب شدن و شرکت یکی از متحدین جهان UFC بعد از غالب شدن و از خیال شما چی می‌گذشت؟ Rostigam yakın ehsasat yaptı bu ehsasatı buzurg yaptı bu خاطره ki من دو مرتبه برای کمربند بیفر جنگ کردم البته در اونجا احساسات دیگر خیلی چیزا بود از اون سبب در اینجا آنقدر حس نکردم اگر که یگان که محاربه‌ای که برای من مهمتر باشد البته این مهم بود برای داخل شدن با UFC لیکن من فکر میکنم که هست در پیش محاربه‌ای که در خیالی خود باید من اون محاربه را بگذارانم در آنجا شاید یکان احساساتی چیز باشد البته در این هم بود خیلی بود لیکن من یاد دارم که وقتی که من با کریس وی جنگ کردم در یک شب دو محاربه کردم البته محاربه خود گذشتم از خرسندی من حتی تو فکر کنم تا ابد خواب نکردم یک صبح شد حتی خواب نداشتم ابد شد بعد خوابم بود و از خرسندی از شدی این خیلی احساساتی کلان در پیفر حس کردم البته این UFC احساساتی خودش رو داشت لیکن پیفر اون محاربه برای من چیزتر مهمتر میکنم نورالله سعود برهمون نظمی و اون موضوع برخورد می‌کنه پیش از بود پیش از همه دیگر مزانی دیگر رو ما اونجا رو مزانی که ایستادم فکر کردم که پروژه از تمام میشه و خب بعد شرایط از خونه برمیگردم خیلی زیاد شده بود در دانشگاه میری تاقی صحبت می‌کنم تو زبانی سوده است زبان ترکی نمی‌دونم که گفتم سوال من فکر بعد از
و خیلی احساساتی با اپیزود با من مصور شد تاریخ در نام خدا در تاریخ جمهوری تاجیکستان نوشتنی فکر میکنم کارشان است. تشکر زیاد. سوال نوبتی خوشبخت باشد اشاره کنید میکروفون را شما تقدیم کرده بشود. اگر سوال هست مرحمت. سلام علیکم. من میخوام با هر ورزشگر سوال بیام. بعد از واسه کمپین بود پیش از برامر چی توصیه میدید؟ راستی گپ در این سوال من خودم جواب ندارم تا برای که من هر دفعه که وزن کم بکنم و ثانوی شده نمیتونم. همین با یکی برو اومده و ثانوی نبودم. من یک دچین دارم کنم در دست من همه وقت معین میکنه سلامتی مقصد برقرار شوی بدنی مرا هر روزه روزی بایم کریتی چیز که شد دیسپانس بود از سبب که من خودم ندارم. این سوال شاید با نوربا باشد برای که من وقتی وزن کم کنید در وقت من خوبتر حس میکنم چند روزی بایم. برای من این سوال جوابش مهمه. حتی الان پیش دیگه برام ما پیش از رقصوبات پیش از بای دیتال گرفتن گرفتن بای مفید از آن کار میکنه واسه بسیاری ما سرسونا بایم وقتی که در شهرهای مثلا در روسیه بای میزنم وقتی واسه کم میکنم سرسونا اشتون دارم و سه لیتر چهار لیتر آب میخونم هر چیزی گروه میخونم وقتی که برمیکا رو رفتیم و با دیتال کار کردیم بچه فکر میکنیم ما نوتونی واسه میکنیم بعد از واسه کم کنیم بعد از واسه میکشیم خیلی مهم است واسه نمیدیم مثلا ما 4-5 لیتر آب در 5-6 ساعت مدام میدن فوردن مثلا هر یک لیتر آب 15 منوت در با یک لیتر آب نیم ساعت در با یک لیتر آب دیگه مثلا 1 ساعت بعد از 4-5 لیتری که آبی که میخوریم بعد 5-6 ساعت بعد تشکر زیاد. خب سوال نوبتی مرحبا. سلام علیکم برادران. رئیس ورزشکاران اتحادیه جمهوری تاجیکستان. سوال ما هم فکر بود که چه نورو باید جون آموز که پیشیده از سبب پیشیدن مانوش همین سوال در کلای مومد هم شده شما هم شو ورزشکار بعد خودم شما را میگم تایید کردید بعد خشم پیش مثلا مانوش آبادتون چطوری ساخته می‌دست که بعد شما با پران پیش شما آمریکا تاجیکستان و پیش ما برای پیشایی داریم شوخی کردیم. نه مثلا شما سفر تایید کردید رو در تاجیکستان بچه تاجیکستان سفر نه اگه در تاجیکستان است که ما وقتی که بعد از بای می‌ریم یا ما مثلا 20 دام بگیریم با برای سفر می‌کنیم برای بایای بیادت هیلی نگیری بچه ها اگر برای بیان مثلا تاجیکو بشیم مثلا بایی خواهد بشیم و نظر مثلا ما نگاهشان میکنیم در مثلا دایف در خانهش جا کنیم که بچه های مثلا خیلی نگاه بین میکنیم من فکر میکنم اگر بچه ها بیان ما همه وقت ما زید نیست که ما در حال خیستن بشیم که تاجیکای ما در حال خیستن مقصدی رو بیان بشیم برای که شما تاجیکستان که اومدیم جوی معین پیش شما بیان اما یعنی تایید کردن دست پرور دارید مختصر کرده بودید. شما را بیشتری تشکر زیاد معلم جان من فهمیدم سوال اختر راست دیگه این حال ما با من شخصا خودم در این وظیفه نیستم به خاطر که خودم
باید تیار شود. شما خودتون بدون معنی که وقتی ورزشکار تیار بشود عصبی زیادی نداره که در یک دیگه با مثلا فهم چیز بگی که یوسف آسانو فهم چیزی در زوزون که تایید میشه یک صفحه میگوره که کار میکنه نمیکنه خاطر کار میکنه ای اوقات میگه партнёри тоҷик البته ما فهمیدم من وقتی که در آلمان تمرین میکردم همراه من علیشیر عبداللهیو بختیار عبداللهیو ابوبکر صبیرov و دیگران بودن همه آنها رو من هم کمک میکردم آنها به من هم کمک میکردم من تجربه البته این حال آنها ورزشکاران یک از پیشقدم هستند این روزی 25 همین ماه آنها در آلمان محاربه دارند البته ما همه کسا تماشا میکنیم دوم میشیم که آنها غالب برایم بسیار هستند این ورزشکاران متاسفانه وقتی که ما در امریکا مشق میکنیم سبب آن است که تاجیک‌ها کمند یا که هستند همه آنها با کارهای شخصی یعنی با یگان کاری رنگی مهاجری مهنتی مشغول هستند از سبب تمرین نمیکنند کم است اگر که البته ما اگر در تاجیکستان روزهای اخیر که ما در تالار اکای دوران در UFC جیم تمرین میکردیم البته هر روز که ما قدیمان 5-6 حتی چیز کردم یک آگاهنامه دادن که شما بسیار نفران با خود بیارید حتی یک روز چیزی دسته چیزی گشتگی ملی طرز آزاد جمهوری ما رو همه اشرار با اون طالب بودیم قریب 15 نفر زیاد شدیم البته از این سبب با ما تنبیه دادن که شما زیاد بر اینجا ورزشکاران رو آوردن لیکن ما هم گفتن نمیتونیم بخاطر کسی که نزد ما میاد از ما یکان خواهش یا که یکان یاردم کمک طلب میکنند البته من همه وقت من بسیار وقت تکرار میکنم که باشد اگر ورزشکارانی که میخواهند یا که دارند یکان طلب یا یکان خواهش دارند همه وقت اگر از ما کمک لازم باشد البته برای ما یک چیز بشود که اگر آنها خود بیان به من گفت من نمیدونم کدام ورزشکار خواهش دارد من نمیتوانم که نزد هر یک ورزشکار رفتم از او سوال کنم که تو خواهش داری من برای تو مقصد یکان چی بیاموزم یا که البته تجربه ها که خیلی هم بسیار است به خاطر که بسیار در بسیار کشورها در بین هر خیل ورزشکارها تمرین کرده از هر یکی آنها با یک چیزی آموخته البته میتوانیم که امروز با اینا رو مقصد چیز کنیم و دیگران هم بیاد که با این نوارسان با این جوانه که این حال من میبینم با کدام فشار پیش رفته استادن لیک تجربه یک چیزهای خطاگی های عادی هم بسیار دارن میتوانیم که از چیزهایی که با زبان روسی الیمنتر چیزهایی که خورد است آنهایی که شاید در نظر نتوارده که مهم است آنها رو مقصد با آن خطاگی ها بسیار است ممکن است که همراه کار کرده اصلاح کنیم تشکر دارم تشکر زیاد یک ادامه اجازت باشد ترام استاد یکی از فونکسیون یک از اقدام‌های فدراسیون همین است که ما در دسته منتخب پیش وقت یکم سال پیش ممکن 2 سال پیش شماره ورزشکارانی دسته منتخب خیلی کم بودند و رقابت‌ناکی در دسته منتخب در خیلی سطح پست بود امروز ما در شماره ورزشکارانی که در دسته منتخب دعوت میشوند خیلی زیاد هستند پس ما یک نقشه داریم که ورزشکاران کسبی رو از جمله نوردو لویف میبینن وقتی در تاجیکستان قرار میدن اینا در این طور نیکروز هست خورشید است دیگر ورزشکاران معروفی هست که در لیگ‌های بزرگ در لیگ‌های کسبی برآمد میکنن البته هر یکی اونها رو ما حرکت میکنیم دعوت کنیم که یک مکانی ورزش پروری ورزشکارانی MMA ما همین چیز علاقه ما فکر میکنم که آماده کردیم و ما حرکت میکنیم که نوبت به نوبت ورزشکاران کسبی رو دعوت کرده از آنها ورزشکاران غیر کسبی تجربه می‌آموزند و پیش میروند از فرصت استفاده بردن من امید دارم که با ورزشکاران کسبی تماشا میکنم همین اقدام رو دستگیری کنند و هر یک ورزشگر کسبی که هنر و ملکه زیاد دارد تجربه دارد بیایید با دسته منتخب کار کنید هم سیکرتوری که یاد دارم گفته است
و بچه فهمه این وقت بشود در یک جایی بشوید. تشکر زیاد. سوال نوبتی. ما سوال داریم برام. سوال باقی. السلام علیکم. سوال برای رجبوف بکری. اگر فنون مسابقه‌تان شما زیادتر با کدام نمود تمرین‌هایتان و دویدن که با کشتی یا با بوکس برای که شما ببینید بازی‌های شما را شما هم در راستا و هم در زمین خوب جمع کنید کمی درباره تمرین خود معلومات کنید. تشکر زیاد. البته شما که میدونید این مبارزه ما بسیاری ورزش سبک نیست و شناوری نیست و دیگر دقیقا نیست. ما چیزی که میگم اسپسیفیک تمرینات که من مقصد که ما همان چیزایی را که تمرین میکنم همون چیزایی که موافق با همین نمود ورزش من است. البته من یگان اگر آبوتوبی بدن یا فونکسیونال یگان تمرینات کنم البته یک نمود بگیرم که در دایره همین نمودی ورزش باشد. از همون سبب من این رو با فهموندم کنم با همین که شما رو می‌کنم که با زبان اسپسیفیک تمرینات که مثلا همین چیزی که همین تمرینی که گویید و همین چیزی من است. مثلا من دویدن زیاد هم خوب نیست. اگر که می‌خواید دویدن زیاد البته من وقتی که من تمرین را شروع نکردم من برای اولین تمرین را شروع کردم من یک چند ورزش سبکی دراز می‌دونم. مثلا اگر از دویدن باشد 1.5 ساعت 1 ساعت 2 ساعت دویدن سبک. بعد که کم فرم ورزشی خود را گرفتم دیگر دویدن دراز نمی‌دونم دویدن کوتاه لیکن اسپرینت مثلا دویدن تیز چیزهایی که اسپسیفیک است. مثلا این رو باید ممکن در اینترنت یوتیوب تماشا کرده می‌فهمید. برای همین ورزشی که تمرین‌هایی که برای مانند است برای نمود ورزش آنها را باید می‌کنم. تشکر زیاد. اینجا سوال داریم از جانب یک بانو. Марамат. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хотела бы задать вопрос уважаемому Дамону Джураеву. Скажите, пожалуйста, когда же войдет данный вид спорта в состав Олимпийских игр? Спасибо за вопрос. Есть предпосылки, что в 28 году в Лос-Анджелесе, в Америке точнее, будут проходить очередные Олимпийские игры. И так как ММА уже получил признание антидопинговой комиссии, то есть ВАДА, я думаю, что есть, осталось несколько процедур. Это зависит от Международного олимпийского комитета, но есть предпосылки, что показательным видом спорта ММА в 28 году мы увидим. Спасибо. یعنی که احتمال زیاد است که سال 2028 یکی از ورزش‌های نمایشی در بازی‌های المپیک لس آنجلس محض مبارزه‌های آمیخته می‌گردد. سوال دیگر است؟ مرحبا باقی ما چند روز دیگه هم کسان سوال می‌پرسن هیچ کلام پرسید تو خط نرسید چه می‌دونید بعد جنگ شما برنامه فیلم معلوم داشتیم وقتی ما راه کردم توجیه‌ها رفتم وعده کردم که قدم ولادت بشه همه وعده چشیدم تو که اکیجورا به سوال مقصد همین است که هیچ کس نفهمد. مردم کم دیگه یوش باید ازم همین سانه رو بفهم برای خیلی اصلا دل گوهی میگد که سوال نوبتی از بانو بشود. یک سوال از جانب من است و فکر میکنم که به یک قسمت دیگر میگذره. کمربند UFC رو به دست آوردن و سلطنتی ها که دختر موفق برای اویلا محبوب کردن. Real Shadow, Real Taxco, Real Taxco, Kemarband اسپورتاگر. تشکر زیاد.